چیگه پس چی میخوایی؟ وفات خانم جانان قلب ما را توته کرد آقا اورال. امروز وقتی که شما را در مراسم جنازه او حالت دیدم نرسل کن نشینی زیاد نباید اینجا باشی. احساس شده نمیتونم آقا اورال. شما نمیفهمین که سرم چی بلاهایی آمده. در وضعیتی نیستم که گپای تو را گوش کنم. بگو چی میخوایی؟ دشمن شما دشمن مام است. میگم که بیا یک جای با عزیز توبراک بجنگم. اجازه بتن کمکتان کنم. از دستم چی کار ساخته است؟ کمک تو نیاز ندارم و نمیتونی هر دفعه دلت خواست اینجا بیایی. چی شده سفر؟ آقا موضوع عزیز توبراک چطور کنیم؟ فعلا هیچ چیز. قسم نکنین آقا اورال. چرا هنوز اینجا سادستی؟ برو بیرون، گم شما کار دارم. کندالو پیدا نکردین؟ نه هنوزم پالیده رستیم آقا اورال. یکی زمین چاک شده بود بینش رفت، زود پیداش کنه. بچه شما آقا. یک نفر نیست که تو را کمک کنه خلیل. چرا در این حالت افتادی؟ ملکه او آدم کی است؟ من باید بفهمم تا از قصه خبر شوم. من یک کمه کار دارم. ما هم همراهت کمک میکنم ملکه. بیا همه جان. ده اصل خوب شد که آمدی. میخواستم همراهیت گپ بزنم. دختر کدام اتفاق بد رخ داده؟ نه تشویش نکن. کدام اتفاق نفتاده. من اون روز در برابرت عکس العمل بد نشان دادم، اما تو مرا درک و فکرم بسیار مغشوش است. وقتی که اون نامه ها را خواندم قلب پدر ها از دست اولادایش نمشکنه. ده اصل من به تو فکر میکدم اورال. کدام اشتباهی خونه کدنی؟ با مادرم گفتم اون کار نمیکنه. نمیتونم. چی دروغ بگویم؟ وقتی که خانم جانان برام گفت که تو در کجا هستی، باز برای یک دقیقه بسیار زیاد ترسیدم که بلایی سرت نیایه. خانم جانان به تو زنگ زده بود؟ بله زنگ زده بود. مرا یک عالم تهدید کرد. مام حرکت کردم و پیش تو آمدم. وقتی که اونجا آمدم تو وقت رفته بودی. ده پیشت کسی بود؟ نه بیازو کلبه خالی بود. بچه هم پشت تو رفته بودن. سینان تو خوب هستی جانم؟ نمیفهمم دفنه. ای که چطور هستم باور کنم میفهمم. میفهمم که زخمت بسیار تازه است، اما چی میشه؟ قسم نکن. تنها کسی که منو به این خانه وصل کرده بود فقط مادرم بود.
زیاد هستم او از اشتباهاتم بگذشته. او دیگه نیست، اما من هستم. من همیشه همراه تو می باشم. لطفاً سینان به خود بیا. حال وقت گریه کردن نیست. تو اگه به خود نیایی شرکت چطور میشه سینان؟ اورال مثل مادرت نیست، با تنهایی نمیتونه شرکت رهبری کنه. تو چی میخوای بگویی دفنه؟ دی تو یک روز تلخ تو حسابی چی داری؟ عزیزم، بزرگترین سهمدار این شرکت مادرتون نبود؟ باید فوراً به خود بیایی و به خاطر گرفتن سهم مادرت پلان بگیری سینان. تو از چی وقت قسم یک زن شدی؟ حتی کوشش میکنی از مرگ مادرم استفاده کنی. عسل خوب هستی دخترم؟ یه روزام میگذره، تشویش نکن. یه قدر سالاره که از دست دادیم، روزای زیبا و خوبم میرسه. تشویش نکن. من دیگه میرم. ده خانه منتظرم هستن. دخترم من همیشه پیشت هستم، ایره فراموش نکن. سینان دست میلا کو. من هر کاری میکنم به خاطر خوبی هر دوی ما میکنم. چو باش هوش کنی، یک کلمه دگام نگویی. هوش کنی. زخم من قدر تازه است. با گفتنی تو را ببین. غیر از تو هیچ کسی در فکر سهام نیست. هیچ کسی. هنوزم نفهمیدی. من تنها به تو فکر میکنم سینان. و خانواده ما. یک گپه هیچ وقت فراموش نکنی دفنه. من تو را دیمیلوف ساختم و اگه من بخوایم او تخلصه در یک جلسه از پیشت پس میگیرم. فهمیدی؟
وقتی که گفتی آجیل بیا ملاقات کنیم با تشویش شدم. تو خوب هستی؟ خوش آمدی. چیزی می نوشی؟ نه زنده باشی. امروز پیش مادرم رفته بودم. بعد از او پدرم آمد. ماما عزیز چقدر خوب گپ زدین. بله. ما دیگه نمیفهمم که چی کنم، به چی فکر کنم کنان. سابقا ماما تو بودی. وقتی که عقل و قلبت درگیر می شدن به ساحل می رفتی. ما به خاطر که پدر من خوب میشناسی خواستم همراهت گپ بزنم. ضرور نیست که توصیه بتی. تو اگر مرا 1000 دفعه دگان بخوای من بازم میایم. کنان لطفاً زیاده روی نکن. درست است. وقتی که تو رو یک قسم غمگین میبینم من چی بگویم چی کنم تو خودت برم بگو. پدرم، مادرم، مرگ خانم جانان، تمامی اتفاقات یک دفعه آمد. حیران ماندم به خاطر چی جگرخون شوم. راستش به خاطر مرگ خانم جانان مام جگرخون شدم. تو چه قسم از مرگش خبر شدی؟ همراه اورال بودم. چی؟ چطور همراه او بودی؟ تو آرام باش. فهمیدم که کندال در کجا پنهان شده. به اونجا رفتیم. کندال همراهتان بود؟ نه، بچه او را وقت به دیگه جایی برده بودن. ما و اورال تنها بودیم، فقط ما 2 نفر. چرا تو چرا رفتی؟ بیبی در بین ما هیچ گفتگویی نشد که تو را به خطر مواجه بسازه. اگر به خاطر این تشویش میکنی نکن. نباید همراه اورال تنها می بودی. حتی تنها ماندن خود در جایش بان باید همراهش گپم نمیزدی. بیبی اصل اگر روزگار راههای ما را جدا ساخته باشم یک گپ هیچ وقت فراموش نکن. من اگر در آتشم بافتم تو را هرگز همراه خود کش نمی کنم. قسمی که تو برم درد دادی اجازه نمیتم کسی برای درد بده. اقدر خواه مرا میشناسی. تو اقدر یک آدم خوب هستی که تنها مرنه هیچ کسی دیگر رو اذیت نمیتونی.
خوب نیستم. ازم یال پشت مادرم دیق شده، پشت جانم گفتنش، پشت دخترم گفتنش. من بسیار میترسم کنون اگه چهرش فراموش کنم، اگه دیگه به یادم نیایه. میفهمی وقتی مادرم مرا ترک کرد و رفت روزا در بسترش میخوابیدم، مثل که کل بارای دنیا در سر شانه ما بود. خود کاملا تنها احساس میکردم. من فقط در کنار تو نبودن مادرم احساس نمیکنم، اما بدون او دنیایم بسیار تاریک شده. ای چی هست؟ اگه مادرت نباشم من آماده استم به زندگیت رنگ و برویت خنده بیارم الینا. کافی است که تو فراموش نکنی که رنگ ها تنها به سیاه خلاصه نمیشه. اسیر رنگ سیاه شده خود از رنگ های مقبول دیگه زندگی محروم نساز. درست است؟ به مادرت فکر کن، به عزیزایت فکر کن، به روزای مقبول فکر کن. خوب است که همراه تو معرفی شدم. تو با من نفس شدی، زندگی شدی. به خاطر کل چیز ازت تشکر میکنم، بسیار زیاد. هر وقت که احساس تنهایی کردی بعد از این مرا در پیش خود خواد دیدی، درد دوری عزیزای ما را با هم سپری میکنیم الینا. هیچ وقت جدا نمیشم نه کنان. تا که تو نخواسته باشی هیچ وقت از تو منصرف نمیشم. میفهمم درد دوری مادرت بسیار تازه است. شاید حال وقت و زمانش نباشه، اما اگه خواسته باشی فوراً عروسی میکنیم. من دیگه میخوایم که تو خوش باشی و با لبخند طرفم ببینی. من در این زندگی فقط یک چیزم میخوایم، ای که خانمی تو باشم، ای که همسفر تو باشم. بیشتر از این چیز نمیخوایم. به خانواده بزرگ دیمیروغلو دختر داده. من مایی حال و روز ما را ببین. پیسه یک کاسه شوربا را ندارم. روغن جوشی تازه است؟ تازه است لالا، تازه است. بلی از خدا. در این ساعت تازه است کجا شد؟ با تو یا نه؟ بله البته، فقط که کدام چاره دیگه داشته باشم. خدا یارت. لالا طرفم سایل کد و گفت که فقط در پیش تو نبودن مادرم احساس نمی کنم. وای خدا، قلبم چقدر درد کرد. پرسان نکن. چی میگی؟ عشق است دیگه، دوای هر درد است. دیگه خدا تسلیم تقدیر کردیم بیادر. به این معناست که سرنوشت معمی بوده. هر چی کنی بازم مسئله فراموش نمیتونی نه؟ کی از عشق خود منصرف شدم میتونم؟ من نه لالا، من نه. اصل از من منصرف شد. فراموش کردی؟ من دیگه مجبور هستم که عشق خود در قلبم دفن کنم و به زندگی خود برگردم. چاره دیگه ای نیست.
بعضی اوقات با تو نگاهاش سر میخورم که قلبم ذوب میشه، آتش میگیره. لالا با خود میگم بیبی کنعان آدم سابق از خوش میشم، ولی بعدن پس که روی ما دور میتا میبینم که پیش او نفر رفته، اما تو یک و تنها میمانم. نمیفهمم که چی کنم. همه قسم است. امید بعض اوقات چاره عشق است و بعض اوقات زهر عشق. تو خوب هستی؟ گاه خوب بودیم کنان. ما پشتی الدر دق شدیم بیادر. بسیار دق شدیم. این شهر سر هیچ کدام ما نرفت بچه. میفهمی شاید ما اجازه نمیتیم لالا. شاید هم قلب ما با وجود علی ناده شهر خوب شوه. کی میفهمه؟ به هیچ چیز چشم ندوختیم لالا، به هیچ چیز قسم میخورم، به هیچ چیز چشم ندارم، نه به پیسه نه به شهرت. بسیار خسته شدیم لالا، بسیار خسته شدیم. قسم میخورم بسیار خسته شدیم. خوش آمدین خانم عسل. خوش باشین. اورال در داخل است؟ نه خیر نیستم. عسل تو سر من ریشخندی میکنی؟ ای چی است؟ گزارش ها رو چه قسم آماده کردی؟ کارش ناقص است. ما همه قدر کار کردم میتونم. اگر خوشتان نمیایه سر کس دیگه آماده کنین. سر کس دیگه گفتی؟ حق به جانب هستی. فکر و هوش تو هر جای است به غیر از کار. زود لوازمت جمع کو و ای اتاق ترک کو. اینجا لیاقت کسی را داره که واقعا به فکر کار باشن. چی را سیل داری؟ فکر کنم نفهمیدی تو اخراج هستی. اما شما مرا اخراج کردن نمیتونی. گفتم فوراً لوازمت جمع کو و برو. به بخش مالیه بگو که حسابت خلاص کنن. معلوم دار اشخاص بیکاره به اینجا ضرورت نیست. مرا قدر احمق فکر کردی که چیزی را که دنبالش هستی در اینجا میمونم؟ وقتت لحظه به لحظه کم شده میره عسل خانم و تو هنوز اینجا در غم خودت هستی.
اورال بیبی مارسلکو نه که میخوای زود پیش ماهیگیر بری همراه عزیز تو را گپ زدی یا نه؟ گور شدم دست میلاکو اورال. برای چی گفتن ها؟ حالا چه باش توضیح نتی بیازو گفتای اونا به تصمیم منه به تصمیم تو تاثیر داره. چرا همراهی میقسم میکنی؟ از دست توی کارا را میکنم نمیفهمی؟ اگه اول دوست میداشتی مجبور نبودم که تصمیمات بگیرم. تنها مقصری کارا تو هستی. مانده نباشی مادر. زنده باشی بچه. خدا کنه به خاطر یک قهوه نوشیدن وقت داشته باشی. البته که دارم بچیم، امکان داره که نداشته باشم. فوراً قهوه را تیار میکنم. خب در جبهه کدام پیشرفتی هست؟ نه بچه، بعد از برآمدن از مراسم جنازه بازم اذیتم کرد، دیگه خبر ندارم. بعد از جنازه با اسلام دیدن شما عزیز بیادرم آمده بود؟ بله آمده بود. کمه درد دل کردیم. کنان او روز اصل برم هیچ خوب معلوم نشد بچه. راستش به مام چندان خوب معلوم نمیشه مادر. نمیفهمم که مشکلش با کی از با عزیز بیادر با اورال است. نمیفهمم. گفتم که شاید تو بفهمی، شاید که خودت خبر داشته باشی از یگان چیز. من از کجا بفهمم بچه؟ به خاطر که هر روز دخترم ببینم رستوران باز کردم، اما او از خاطر غمای خود کی آمده میتونه. کنان لطفاً تو متوجهش باش، درست است؟ بعد از ایمام دو خانه زندگی میکنم. ما و علینا تصمیم گرفتیم و زودی عروسی کنیم. خیرت هست؟ چطور که اینجا تنها ششتی؟ تو از کجا فهمیدی که من اینجا هستم؟ چیزی که با آدم ارزشمند است باید ازش به خوبی مراقبت کنه. خدا را شکر قدر توانایی دارم که از شما محافظت کنم. با یک پدر روزی که دختر خود با پیراهن عروسی به خانه بختش روان میکنه بسیار روز سخت است. ایره میفهمی؟ حالا چرا قسم گفتی؟ یکی قدر سالا چی ها رو سپری کردی هیچ نمیفهمم. در طول 25 سال چقدر روزای خوب و چقدر روزای بد سپری کردی مشاهدش نبودی. وقتی که به این فکر میکنم بیهوده زندگی کردیم. اونقدر سالا از یکی دیگه بی خبر بودیم، حالا امراهای ما را جدا میکنیم. به نظرت کدام فرقی میکنه؟ وقتی که من به مادرت نرسیدم باور کردن به سر نوشته ایلو کردم. عروسی نکردم و خودم محکوم به تنهایی کردم. هیچ با کسی روبرو نشدی که قلبت بدست بیاره؟ دو قدر سالا فکر میکردی که تو را ترک کرده؟ از اولین لحظه که او را دیدم اینجا فقط به خاطر او سوخت. عروسی کردن با کسی که دوستش نداری مثل سوختن به آتش جهنم از دختره. من نه خدا و نه هم کسی دیگر خواستم دی آتش بندازم. قصد و قدر سالا را از دیگر را گرفتی؟
به اندازه که ثواب کمایی کردیم به مو اندازه گناهکار بوده در زندان روزه زیاده دیر کردم. همیشه از دو چیز محافظت کردیم، یکی از عشق خود و دیگه از وجدان خود. خدا رحمتش کنه، ایره پدرم برم داده. ده نبودو همیشه حس کردیم که دستاش سر شانه من از دختره. هر وقتی که به یک بنبست سر میخورم میگم که دیگه از اینجا برآمده نمیتونم. او وقتی همیشه از من محافظت کرده، برم شگون خوب داره. ای به تو شگون نیک داره، نمیتونم ما بگیرمش. دیگه شگون نیک ما تو هستی. بعد از همین لحظه اگه دنیام ویران شوه از تو جدا نمیشم. فرض کن سرت کدوم بلایی آمد و من در پشتت نیستم، ایره در مشتت محکم بگی حس کو که ما در پیشت هستم. درست است؟ در ارتباط به مرگ خانم جانان کدام خبری است؟ چند تا خبر است، به زودترین فرصت حل میشه. بسیار خوش شدم. یعنی اگر از دست ما کدام کار ساخته باشه یا به کمک ما ضرورت داشته باشید، ما همیشه در خدمتتان هستم. این مسائل مربوطتون نمیشه برو. تو برو به کار خودت رسیدگی کن. ما دیگه فعلا کاری ندارم. دفنه مرا اخراج کرد، به ماندنم جایی ندارم. برو باور کن فعلا آخرین چیزی که دربارش باید فکر کنم تو هستی. اورال بیبی مرا باید هم به شرکت و هم به خانه پس بیاری. به کارایی که به خاطر تو کردی فکر کن. در ضمن اگه ما پیشت باشم درباره اصل زیادتر برات همکاری کرده میتونم. درست است. یکم اوضاع آرام شوه باز یک چاره پیدا میکنم. حال برو در چهار طرف زیاد نگرد. کجاست؟ در کجا ماندمش؟ کنان؟ تو در اینجا چی میکنی؟ اورال هر لحظه آمده میتونه، زود برای. تشویش نکن، زیاد وقت تا نمیگیرم. چی شده؟ بعد از اینکه تو با اورال عروسی کردی من قیمتای بسیار سنگینه پرداختم اصل. حتی از کنعان ماهیگیر الدریا منصرف شدم. فعلا هیچ وقتش نیست که یه بار گپ بزنیم، زود برای. هر وقتی که تصمیم گرفتیم یک زندگی نو شروع کنم همیشه یک چیز مانعم شده. ما دیگه بسیار خسته شدیم مثلا. ما و علینا تصمیم گرفتیم به زودی عروسی کنیم. میفهمی شاید؟ این مروارید سیاه به زندگی ما چانس بد میاره. بیاز اون مروارید سیاه غیر از درد دیگه چیز به یادم نمیاره. یعنی مرا به یادت میاره؟ تا جایی که میبینم تو به خود یک زندگی نو ساختی. بله.
شوهرمم دوست دارم. دی صورت به تو چند آورده؟ ما ده پیش تو باشه. بگی اصلا من میخوایم که دیگه خوش باشم. کل چیزا بگویی. میخوایم بفهمم. باید کل چیزا بگویی. میخوایم بفهمم. میخوایم بفهمم. میخوایم هر چیزا بفهمم. اورال میخوایم بفهمم. اورال باید برام کل چیزا توضیح بدی. برام توضیح بده. ما میخوایم کل چیزا بفهمیم. بیادر جان، لطفاً گوش کن چی میگم. بیادر چی میشه؟ لطفاً توضیح بده. گذشت، همه چی گذشت. ماده اینجا هستم. ما پیشت هستم. خوب هستم تشویش نکن. چیزی نیست، مشکل نیست. لطفاً دوایی تا به طور منظم بخور. لطفاً. درست است من خوب هستم. دیگه مادر ماست. ما غیر از یکی دیگه هیچ کسی را نداریم. میخوایم همراهیم یک وعده کنی. بگو جانم. ای که خوب میشی. بعد از این همیشه همراه ما میباشی. به خاطر ما هر کاری را میکنی. برات وعده میتونم یک دونیم.
پیشو بیادر پیشو. هنوزم دوستش دارینی؟ آدم اگه با گویام که گذشته ولی نمیگذره. شما آقا کنار علینا دیمیرغلو را به حیث خانمتان قبول میکنید؟